سلام دوستان، خیلی خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل 7. خیلی خوب دوستان، قبل از اینکه بخوام آموزش یا معرفی امروز رو شروع کنم، سپاس بیکران دارم از شما دوستان عزیز. سپاس بیکران به خاطر اینکه چنل من رو سابسکرایب میکنید و لایک و کامنت هم میذارید. سپاس بیکران میدونید یعنی چی؟ یعنی سپاس بی نهایت سپاسگزارم از اینکه چنل رو سابسکرایب میکنید. خیلی خوب دوستان، برای شروع گزینه انگلیش رو باید بزنم تا وارد مرحله بعد از این بازی بشم. گزینه انگلیش رو میزنم و روی گزینه نکست میزنم. خب دوستان، اینجا ازمون میخواد که قوانینش رو مطالعه کنیم و قبول کنیم که اینجا یه تیکی هستش که ما این تیک رو میزنیم، یه مربعی هستش که ما تیکش رو میزنیم و گزینه استارت ارنینگ رو میزنیم. ثبت میکنیم تا وارد صفحه اصلی این بازی بشیم. خب اینجا داره حالا یه سری توضیحاتی رو میده که ما میریم جلو، خودمون معرفی و طریقه استفاده از این بازی رو جلو میریم و بهتون میگیم. ببینید دوستان، این قسمت بالا هم سکه بازی رو نشون میده که 2400 تاه و هم موجودیتون رو به دلار نشون میده که اینجا اگر نگاه کنید موجودی من 0 هستش، 0 دلار هستش، ولی موجودی سکه هام 2400 تا سکه هستش. اگر نگاه کنید این قسمت یه حالت شیر ماننده که خطم کشیدم. این قسمت اگر شما بزنید روش میتونید لینک اینوایت فرندتون رو کپی کنید و با این لینک دوستان و آشنایانتون رو دعوت میکنید به نصب این برنامه و اینجوری درآمد خودتون رو از طریق این بازی بیشتر و بیشتر و بیشتر میکنید. یه سکه اینجا زده که داره هی افزایش پیدا میکنه. اگر نگاه کنید الان مثلا 2185 میشه 2206 و هی داره بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. خب این سکه‌ایه که شما میتونید باهاش شهر خریداری کنید، خب که همینجوری جلوتر بهتون میگم چه جوری هستش. و خب این قسمت یه باکسی هستش که اگر شما بزنید روی این باکس یه تبلیغ میتونید تماشا کنید و به سکه های این بالا اضافه میشه. در نتیجه درآمدتون بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. خب این قسمت هم کلید هستش که حالا جلوتر بریم این کلیده رو بهتون میگم جریانش چیه. خب ما چیکار باید بکنیم؟ ببینید دوستان، قبل از اینکه بخوام بازی رو توضیح بدم، این پایین اگر نگاه کنید آفرز هم داره. این آفرز که خط کشیدم روش، شما اگر بزنید روش وارد یه بخشی میشید که شما میتونید اینجوری درآمد خودتون رو افزایش بدید. به چه صورت؟ به این صورت که اگر وارد این بخش آفرز بشید، اونجا حالا یه سری نظرسنجی ها، یه سری نصب اپلیکیشن ها و اینا رو میتونید انجام بدید.
پلی کردن بازی، مثلا بهتون میگه این بازی رو تا مرحله 10 برید، تا مرحله 20 برید و انقدر سکه بهتون میده. پس چه از قسمت آفر هم شما میتونید درآمد خودتون رو افزایش بدید. ببینید این آفرزش هستش که واردش شدم، حالا من دیگه کامل واردش نمیشم. این قسمت 2 تا قسمت دیگه هستش که یه دونش اینکامه، یه دونش اسپیده. شما اگر زیر این 2 تا رو نگاه کنید، جفتش یه 100 تا سکه زده. شما میتونید سرعت دریافت سکتون رو با این 2 تا زیاد کنید. خب یعنی مثلا اگر روی این بزنید، اگر 100 تا سکه داشته باشید، فرض کنید مثلا این سکه هایی که دارید رو که داره هی اضافه میشه رو باهاش اینا رو خریداری کنید. خب هم سرعتتون زیاد میشه، هم سرعت بیشتر پول میاد واسهتون. خب که میتونید شهرهای بیشتری رو باهاش آزاد کنید و بخرید. قسمت اصلی بازی رو ما الان داخلش هستیم، تو من کاری انجام ندادم. قسمت بازی اینجوری هستش که فرض کنید که اینها هر کدوم حالا یک کشور هستن. اینها رو نگاه کنید، قفل داره، خط میکشم. اینها هر کدوم یک کشور هستن یا یه شهری هستن که شما میتونید اینها رو دونه دونه بخرید. خب شهر اولی که توش هستیم این قسمت هستش که برامون بازه و میتونیم با پر کردن این شهر، یعنی خرید بکنیم و این شهر رو ارتقا بدیم، آپگریدش کنیم و بتونیم شهرهای دیگر رو، مراحل دیگر رو بازش بکنیم. به چه صورت؟ شما این چیزها رو میبینید یه حالت چتر مانند هستش. اینا رو دونه دونه اگر بزنید روش، میتونید اینها رو آپگرید کنید. ببینید من الان زدم روش، زده سیتی 1 لول 1 از 3. خب من میتونم آپگرید کنم که این بشه 2. اگر نگاه کنید الان شد 2 از 3. دوباره میتونم آپگریدش کنم اگه بزنم رو آپگرید و اینجوری لولش میره بالا. این الان ماکسیموم شد. خب یعنی بیشتر از این دیگه لولش بالا نمیره. حالا سیتی 2 دوباره اینا رو همه رو آپگرید میکنیم و وقتی که دوستان این شهر خودمون رو که داشتیم رو آپگرید کنیم، همه رو بکنیمش لول 3، دونه دونه دارم من انجام میدم. وقتی که اینا رو آپگرید کنیم و بکنیمشون لول 3، یه دونه کلید به این قسمت اضافه میشه. اگر نگاه کنید من کلیدم 0 بود و وقتی اینا رو لولاشو 3 کردم، این شهر خودم رو ارتقا دادم، آپگرید کردم، یه دونه کلید به هم داد. حالا این کلید چیه؟ کلید اینه که شما بخوای شهر بعدی رو هم، مثلا فرض کن این شهر که یک کلید میخواد و 300 تا هم سکه میخواد رو، من میخوام با این کلیدی که به من داده 300 تا هم پول بدم و این شهر رو بخرم و آزادش کنم. پس من چیکار میکنم؟ میزنم روش، میبینید که زده بولدینگ. خب یعنی داره این شهر رو میسازه. خب میبینید که دوباره یه حالت چتر مانندی اینجا چند تا دونه داره که من باز میتونم اینا رو آپگرید کنم. خیلی خب، پس دیدین که با ارتقای شهر اول تونستم کلیدی رو به دست بیارم تا بخوام شهر دوم رو با کلیدم و پولی که اینجا بهم هی داره اضافه میشه آزاد کنم و شهر دوم رو هم بخرم. همینجوری دوستان، همینجوری که ادامه میدید هم کلید میگیرید، هم میتونید شهرهای جدیدی رو آزاد کنید. در عین حالی که شما دارید این کارها رو انجام میدید،
به این سکه های این بالا اضافه میشه. چرا؟ چون هی تبلیغات و اینا هم بهتون نشون میده و این سکه ها اضافه میشه و اینجا هم درآمدتون رو به دلار بهتون نشون میده. قسمت برداشتشم، برای قسمت برداشتشم باید همین روی همین جایی که خط میکشم این بالا بزنید، وارد بخش برداشتش میشیم دوستان. خب ببینید زدم روی پروفایلم همون آدمکی که اینجا بود و وارد بخش برداشتش شدم. خب اینجا زده ویدرا، اگر روی این ویدرا رو هم بزنم وارد بخش برداشتش میشه. خب اینجا داره به هم میگه که هر 10,000 تا سکه ای که توی این بازی به دست بیارید معادل 1 سنت دلار هستش. پس همینجوری که حالا شهرها رو میخرید و تبلیغات میبینید موجودیتون زیاد میشه و این قسمت موجودیتون به دلار نوشته میشه و شما میتونید اگر به 35 سنت برسید، چون مینیموم برداشتش 35 سنت هستش با پیر، این پایین ببین پیر رو داره. وقتی به 35 سنت رسیدید میتونید پول خودتون رو از این قسمت برداشت بکنید. فقط کافیه که روی پیر بزنید و اینجا ببین الان میگه که فعلا پول نداری. وقتی که به 35 سنت برسید میتونید از این قسمت با پیر پولتون رو به صورت دلار برداشت بزنید. خیلی ممنون که این ویدیو رو هم تماشا کردی. لطفا اگر از این سبک ویدیوهای کسب درآمد خوشتون میاد لطف کنید چنل رو سابسکرایب کنید، لایک هم بکنید، ویدیوهای من رو لایک کنید، چنلم رو سابسکرایب کنید. ممنون از حمایتتون. ممنون که تا اینجا تماشا کردین. تا یه ویدیو دیگه، خدا حافظتون.